بیاید از کنار بعضی فیلم ها خیلی ساده نگذریم. دقیقاً فیلم قوی سیاه ساخته آرنوفسکی در سال 2010 داره به یه موضوع خیلی مهم اشاره میکنه، موضوعی که فروید هم بهش اشاره کرده. تو پرانتز بگم من روانشناس نیستم و هیچ علاقه‌ای به روانشناسی هم ندارم، اما فروید میگه که ذهن ما از چند تا بخش تشکیل شده: نهاد، فرامن و من. بخش نهاد میدونه، خیلی ساده بخوام بگم، بدون هیچ قید و شرطی میخواد عشق و حال کنه، آزاد باشه و به هیچ چیزی توجه نکنه. و بخش فرامن اون بخش سرزنشگر ذهن ماست و من مثل یک کارگردانیه که باید بین این دوتا تعادل برقرار کنه. حالا قصه فیلم قوی سیاه آرنوفسکی هم دقیقا همینی که یک دختری تمام عمرش هر چیزی بهش گفتن گفته چشم، بله شما درست میگین، و سبک زندگی خودش رو زندگی نکرده و از یه جایی به بعد این فرامنه بیدار میشه و تصمیم میگیره که شرور باشه و توی کار خودش که رقص باله هستش خباثت به خرج بده، یک آدم دیگه ای بشه. این فیلم رو حتما پیشنهاد میکنم ببینید و با دقت هم ببینید.